درود بر شما دوستان عزیز من، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. ممنون که مثل همیشه با لایک ها و سوپر تنکساتون از من حمایت میکنید. حالا که این همه فشار خارجی روی جمهوری اسلامی هست، اقتصادش ورشکسته شده، تهدید نظامی از خلیج فارس داره به سمتش میاد، نیابتی هاش سقوط کردن، همه اینها با هم یک ترکیب بمبی رو ساختن، یک انبار بارود ساختن و هر جرقه‌ای مثل یک حمله خارجی، مثل کشته شدن خامنه‌ای، مثل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها میتونه شعله ورش کنه. رژیم توان بازسازی نداره، پس احتمال فروپاشی یا تغییرات بنیادینش از همیشه بیشتره. بخوام براتون جمع‌بندی کنم از اثر پایان جنگ غزه، اینکه اسرائیل آزاد شده تا تمرکز خودش رو بذاره روی جمهوری اسلامی، محور مقاومت و نیروهای نیابتی فرو پاشیدن و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی کم شده. جمهوری اسلامی الان ضعیفه و ضعیف‌تر هم خواهد شد، چون که دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. خامنه‌ای و سپاه پاسداران هم اصلی ترین ستون قدرت جمهوری اسلامی هستن. اگر یک کدومشون سرشو بذاره زمین و نفله بشه، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و کل نظام در معرض فروپاشی قرار میگیره. پس مردم عزیز ما، الان وقت انتخابه. اگر کل دنیا با همدیگه دست به یکی کنن و با یک حمله نظامی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، اون وقت وظیفه من ایرانیه که بلند شم برم توی خیابون و قیام کنم و مثل سال 57 با یک انقلاب همه چیز رو عوض کنم. به هر حال دولت‌های خارجی دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، ولی براشون مهم نیست که بعد از جمهوری اسلامی چه کسی میاد سر کار. برای اونا بهتره که هر کسی که بیشترین امتیازات رو بهشون میده بیاد سر کار. اینجا ما باید هوشیار باشیم. ممکنه اصلاح طلب‌ها بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، بیان سر کار. آدمای امثال روحانی، آدمای امثال احمدی نژاد بیان سر کار و قدرت رو به دست بگیرن و رهبر سوم جمهوری اسلامی رو انتخاب کنن، به غرب امتیاز بدن، به مردم داخل یک مقداری آزادی های موقتی بدن تا مثلا آرومشون کنن و این خشم و اعتراضشون رو کنترل کنن. بعد یک نظام جمهوری اسلامی جدید و خوشگل مشکلی رو پایه‌گذاری کنن و تحویل ما بدن. اینجاست که ما باید هوشیار باشیم. نباید اجازه بدیم این اصلاح طلب ها بیان حکومت رو در دست بگیرن. اینها گرگ هایی هستن در لباس میش. ما همه اینها رو قبلا دیدیم. روحانی 8 سال چه بلایی که سر ایران و ایرانی نیاورد. احمدی نژاد 8 سال چقدر ایران رو نابود کرد. ولی خب متاسفانه الان اینها بیشترین طرفداران رو توی ایران دارن، چون که مردم ایران اکثرشون سواد سیاسی ندارن، اکثرشون فقیرن و خب آدمایی مثل احمدی نژاد براشون ناجی حساب میشه. آدمایی که یک عمر خواب صابخونه شدن رو میدیدن، با پلن مسکن مهر احمدی نژاد تونستن بالاخره یک 4 دیواری بخرن. و اینجا میرسیم به این حقیقت شیرین که پایان جمهوری اسلامی راه نجات واقعی مردم ایران هست بعد از 47 سال کابوس. وقتی که پرونده غزه بسته بشه و فشار جهانی روی تهران متمرکز بشه، مردم میتونن خودشون دست به کار بشن و جلوی نابودی کامل کشورمون رو بگیرن. جمهوری اسلامی با این ساختار فعلیش هیچ شانسی برای بقا نداره و تنها راه نجات کشور عزیزمون ایران انقلاب واقعی و اقدام عملی مردم هست، روی زمین، توی خیابون‌ها، نه نشست‌های توی توییتر و یوتیوب و سخنرانی‌های مجازی و از راه دور. دوستان، حالا که صلح غزه اجرایی شده و اسرائیل پرونده غزه رو جمع کرده، همه نگاه‌ها مستقیم روی جمهوری اسلامیه و واقعیت براش تلخه. با همین ساختار این پیرمرد خرفت متوهم هیچ راهی برای بقای خودش نداره. حتی حمایت‌های نمایشی و حرف‌های عوام فریبانه مثل ما دنبال مذاکره ایم هیچ فایده‌ای براشون نداره. امریکا و اسرائیل برنامه امنیتی بلند مدتی برای خاورمیانه در سر دارن و این فقط و فقط با حذف تهدیدات نظامی عملی خواهد شد و بزرگترین تهدید علیه صلح، علیه بشریت، رژیم جمهوری اسلامی هست. پس این دوتا کشور قدر و قدرتمند نمیان بزرگترین دشمنشون رو فراموش کنن یا بهش امتیاز بدن و اجازه بدن که نفس بکشه. حالا یک نکته خیلی مهمه. تنها راه نجات مردم ایران اینه که خودشون وارد عمل بشن، یعنی براندازی واقعی به دست مردم توی خیابون‌ها.
اگر با لایک، اگر با کامنت، اگر با ویدیو گرفتن، اگر با صحبت‌ها توی فضای مجازی قرار بود یک انقلابی راه بیفته، خیلی راحت همه دولت‌ها به خیلی زود به زود عوض می‌شدن. انقلاب واقعی قراره توی خیابون‌ها اتفاق بیفته، مثل نپال. ابزار و پول و سازماندهی لازمه، یک رهبر عاقل و سیاستمدار مثل شاهزاده رضا پهلوی لازمه. همون کاری که اسرائیل از آسمون با رژیم قراره بکنه، مردم ایران با دست خودشون توی خیابون باید انجام بدن، چون که این بار دیگه شوخی بردار نیست. هر روزی که میگذره داره دیرتر میشه و فرصت واقعی برای تغییر رژیم کمتر میشه. توجه کنید، اسرائیل و امریکا شاید دلشون بخواد جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن که بتونن در نهایت ازش امتیاز بگیرن. شاید دلشون بخواد خامنه‌ای رو سرنگون کنن، به جاش یه دونه اصلاح طلب بیارن روی کار و به جاش ازشون امتیازات بیشتری بگیرن. شاید بعد از جمهوری اسلامی یک گروه بدتر از اونا مثل مجاهدین بیاد روی کار. پس ما مردم ایران درسته که با اسرائیل و امریکا هدف مشترک داریم، یعنی سقوط جمهوری اسلامی، ولی پلن بعد از سقوط جمهوری اسلامی رو ما خودمون باید برای خودمون انتخاب کنیم. نباید بذاریم دولت‌های دیگه برای ما بیان حکومت و رهبر بعدی ما رو انتخاب کنن. این وسط هر سناریوی دیگه‌ای که غرب یا حتی بخشی از داخل رژیم ارائه بدن فقط یک نقشه بازنده است و ما مردم ایران نمیخوایم این نقشه ها رو. شاید یه گروهی بیان با رژیم جمهوری اسلامی ببندن و بگن که بعد از سقوط خامنه‌ای یک رهبر سومی رو جایگزین کنیم و مثل عربستان یک جمهوری اسلامی مدرن رو به مردم تحویل بدیم، یعنی گنجشک و رنگ کنن، جای قناری به مردم بفروشن. ولی مردم الان باید آگاه باشن و یک صدا این رو فریاد بزنن که ما مردم ایران هیچ مدلی از جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، چه اصولگرا باشه چه اصلاح طلب. به حال ما هیچ فرقی نمیکنه کدوم خری بیاد بشه رهبر رژیم جمهوری اسلامی یا رهبر سوم، چه اصولگرا باشه چه اصلاح طلب باشه. ما مردم ایران میخوایم سر به تن هیچ کدومشون نباشه. آدمای امثال روحانی مثل احمدی نژاد، مثل فائزه هاشمی الان کمین کردن و منتظرن که خامنه‌ای سرشو بذاره زمین نفله بشه، بعد بیان رهبر سوم جمهوری اسلامی رو معرفی کنن، بعد یک مقداری آزادی‌های موقتی بدن، مثلا یک کمی حجابو شل کنن، یک کمی مثلا به مردم آزادی بدن که آره دلتون خوش باشه، شما مثلا مثل عربستان قرار مدرن زندگی کنید از این به بعد. ولی ما باید بدونیم که اینها مثل همون جمهوری اسلامی هستن و هیچ مدلی از اینها قرار نیست بیاد ایران ما رو دوباره به دست بگیره. همون 47 سال براشون کافیه و الان دیگه برن گمشن. ما الان فقط میخوایم خاندان ایرانساز پهلوی رو بیاریم توی ایران تا ایران ما رو دوباره برامون آباد و آزاد کنه و هیچ مدل دیگه‌ای از آخوندا رو ما مردم ایران نمیخوایم. خامنه‌ای امروز متکی به 4 پایه اساسی هستش. یکی سپاه پاسدارانه، یکی صدا و سیماشه، یکی قوه قضاییشه و دیگری شورای نگهبان. اگه سپاه پاسداران فرو بریزه، صندلی خامنه‌ای لغو میشه.